یگانه شرکت فعال هواپیمایی تاجیکستان سومون ایر خبر داد که به زودی به انجام پروازهای مستقیم بین المللی در خط‌سیرهای خوجند دبی خوجند، خوجند جده خوجند و خوجند استانبول خوجند آغاز می کند. پروازها از فرودگاه‌های خوجند به دبی از سانه 4 فوریه سال 2024 آغاز یافته هفته یک مرتبه روزهای یک شنبه به نقشه گرفته شدند. از 6 فوریه پروازها از خوجند به جده هر هفته روزهای سه شنبه انجام داده می شود. پروازهای نخستین در مسیر خوجند استانبول خوجند سانه 7 مارس صورت می گیرد. پروازها روزهای پنجشنبه انجام داده می شوند. علاوه بر این، بنا به اطلاع خدمات مطبوعات شرکت هواپیمایی سومون ایر از سانه 22 ینور پروازها را از دوشنبه به الماتی هفته 3 مرتبه روزهای دوشنبه، چهارشنبه و شنبه اجرا خواهد کرد. همچنین از سانه 24 ینور سومون ایر شماره پروازهایش را از دوشنبه به تاشکند تا 3 پرواز در یک هفته زیاد می نماید. به این طریق پروازها به تاشکند روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه انجام داده می شوند. کل پروازها توسط هواپیماهای بوینگ 737 800 و بوینگ 737 900 عملی می گردد. بعد به علت مشکلات مالیوی همه پروازهایش را قطع کردن شرکت تاجیک ایر سومون ایر اینک 5 سال باز یگانه شرکت فعال هواپیمایی تاجیکستان به شمار می رود. سومون ایر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان و ازبکستان و به شهرهای گوناگون روسیه پروازها انجام می دهد.